دزدی‌های مقامات، رنج مردم عادی. هموطنان عزیز گرامی، به نام خداوند مهربان، هموطنان عزیز گرامی، برادران من به برنامه شما امیدوارم که صحتمند و سالم و سربلند است. امروز در مورد وضعیت بی‌برقی در تاجیکستان صحبت خواهیم. چرا مردم در تاجیکستان که از فراوانی آب‌های طبیعی و خانه‌های خرودخانه‌های است از نداشتن برق رنج میبرند؟ وعده پرزیدنت در سال 2017 چی شد؟ هرچند از سال 2017 لیمیت برق به سبب اواریا در تلکو رسما بکار اعلان شد، اما متاسفانه ادامه دارد. ساکنان در سراسر کشور از قطع حال برق شکایت میکنند. امسال شروع از ماه اوگوست شهروندان از کمبودی برق شکایت کردند. آیا بی‌برقی واقعا به افسانه تبدیل شده است یا کی این مشکل به یک افسانه و ضد تاریخ تبدیل میشه؟ از زمان آمدن امامعلی رحمان در سال 1992 تا کنون، یعنی در مدت 28 سال، این مشکل حل خود را با کنون نیافته است. چرا 28 سال وقتی کم نیست که یک حکومت بتواند مشکل برق را حل کند و آن هم در یک کشور که دارای آب‌های طبیعی است؟ آیا واقعا در هر سال آبانبارها کم می شوند و سیستم برق را در هر فصل زمستان تعمیر می کنند؟ تا چی حد این ادعاهای مقامات درست است؟ نخود هر سال و آن هم حدود 30 سال چنین مشکل ادامه یابد. بنابر امور رسمی، تاجیکستان در ماه اکتبر گذشته، یعنی سال
2020 به خارج کشور به مبلغ 2 میلیون دلار نیروی برق صادر کرده است. تاجیکستان فقط در ماه اکتبر تاجیکستان در سال گذشته، یعنی یک سال گذشته پوره، به مبلغ 50 میلیون دلار به سه کشور همسایه ازبکستان، افغانستان و کمی به قرقیزستان برق داده است. کی عذاب میکشد در روزهای سردی زمستان و کی رنج میبرد؟ مردمی. اما آنهایی که از فروختن برق استفاده میبرند هیچگاه بی برق نبودند و نیستند و خانه‌هایشان گرم است. کی مشکلی بی برقی به افسانه بزک جنگلپور تبدیل می شود و مثل همین افسانه یکی مردم از این رنج و مصیبت بی برقی نجات یابند. مهمان امروز ما برادر شرف‌الدین گدایف، رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان است و همچنین کارشناس مسائل اقتصادی برادر عبدالمنان شیرعلیف نیز مهمان ما خواهد بود. خوش آمدید مهمانان گرامی، برادر شرف‌الدین و همچنین برادر عزیز ما عبدالمنان شیرعلیف، خوش آمدید. سوال من به برادر شرف‌الدین این است: برخی کارشناسان نزدیک به حکومت ادعا میکنند یا میگویند که برق تاجیک واقعا ادعاها برق تاجیک درست و جان، یعنی این میشوند و مسئله تعمیر دستگاه ها وجود دارد، زیرا بعضی سالها سیل می آید و آبندبارها پر می شوند و بعضی سالها آب کمتر می آید. این طبیعت است، دیگر آن در دست ما نیست. مثلا امسال بی برفی بود و بارشات کم بود، همچنین دستگاه ها نیاز به تعمیر دارد. جواب شما برادر شرف‌الدین گدایف چیست؟ ببینید، اصلا آن بهانه‌هایی که حکومت یا کارشناسان که پیش می‌آورند گویا که مشکلات واقعا مشکلاتی کمبودی آب است تا جای این جای دارد، ولی سبب شده نمی‌تواند که مردم به آب مانند، به برق مانند. چرا؟ من فکر می‌کنم که اینجا مشکلی فروش برق به خارج کشور است. آن 50 و چند میلیونی که شما آزو قید کردید که به خارج برق فروخته است و این تنها یک حساب رسمی است که از طریق حساب‌های رسمی به تاجیکستان وارد شده است. اینجا باز حساب‌های غیر رسمی است که آن برق‌هایی که خیلی زیاد از این، شاید 3-4 مرتبه زیادتر برق به خارج فروخته می‌شود، اما این مبلغ‌ها به صورت حساب خانواده یا نزدیکان عمومی رحمانوف می‌گذرد، چون کنترل و اختیار همین اداره برق رو پر زیر نظارت خود رئیس جمهور است و آنها این مبلغ ها رو به صورت حساب‌های خودشان به افشار روانه میکنند. و دوم که مشکلات بی‌برقی ما از آغاز نگاه کنیم، اگر از ماه همین ینور نگاه کنیم، پس از پیش آمدن صدمه یا مشکلات تکنیکی که در ازبکستان به وجود آمد و ازبکستان برق خودش رو با افغانستان قطع کرد و امکانی برق دادن به افغانستان رو نکرد، حالا انا همون کمبوده که ازبکستان نمیتواند به افغانستان برق دهد. حالا شرکت های افغانی از تاجیکستان این برقی نارسایی یا برقی که از ازبکستان نمیرسد به افغانستان از تاجیکستان میگیرند و این بهای این را خودی مردمی تاجیک میپردازند. این یک مسئله هست که سالها باز ادامه یافته ایستاده است و حکومت پروا ندارد عموما پیش مردم و ملت هیچ مسئولیت احساس نمی کند که با این مردم باید برق تامین کرد. اینجاست که آنها به مسئولیتی خودشون رو فکر به مسئولیتند، هیچ مسئولیتی نزد ملت ندارند و برق رو به یگان مانع و کشورهای همسایه افغانستان میفروشند. ببینید مسئله حالا یک ادعایی که خود بعضی از کارشناسانی که نزدیک به حکومت هستند یا بعضی از نفرانی که ادعاهای زیاد میکنن میگن که ما کمبود آب داریم. من حالا بعضی دوستان شاید ندونن یا بینندگان ما خوب این رو ندونن، اگر که
ана ҳамин обҳое ки меояду дар роғун ҷамъ мешавад, баъд аз дар норак мерезад ва дар поён оби агар ана ҳаминро нигоҳ кунем, дигар гезҳои бойғозию сангтуда 1 ва сангтуда 2 ин гезҳо ҳастанд. ин вақте ки мо роғунро сохтем, яъне вақте ки роғун ба кор даромад, 2 агрегаташ оло кор мекунад. яъне дар ин ҷо идораи самараноки обро мо зери даст гирифтагӣ ҳастем. яъне идораи самараноки об чӣ гуна? яъне ана ҳамон обҳое ки дар тобистон мо зиёд барқ кор надорем, ин обҳоро метавонем дар обанбори роғун нигоҳ дорем. дар фасли зимистон ин обро аз ин об генератсия кунем, яъне аз ин об барқ тавлид кунем дар худи гезҳое ки поён аз роғун ҳастанд. поён аз роғун геси норак аст, геси сангтуда аст, бойғозӣ ва дигар гезҳое ки дар поён об қарор доранд. дар ин ҷо идораи самараноки об дар дасти мо ҳоло ҳаст. чаро мо бо ин доштани чунин як имконияти васеъ ки мо метавонем дар зимистон ин обро самаранок истифода барем ва аҳолиро комилан бо барқ таъмин кунем, ин корро кардан наметавонем. ман фикр мекунам ки дар ин ҷо он иқтидор ва тавлидоте ки барқ дар Тоҷикистон мешавад, ин барқ ба ҳамсояи кишвари мо Афғонистон фурӯхта мешавад. яъне дар ин ҷо ҳеҷ кас гуфта наметавонад ки масъалаи мушкилоти об аст. ғайр аз ин маҳмудҷон бубинед, шумо ба ин ақида ҳастед ки ин иддаои барқи тоҷик ва мақомоти тоҷик баҳонаи ҷуз нестанд, дуруст? бубинед, агар ана ҳамин баҳона шуда тавонад, ин наметавонад ки то он дараҷае ки ҳоло мардум 3 соат ё дар як рӯз 5 соат барқ дорад, то ин ҳад омада намерасад. шояд ки 2 соат ё 3 соат масалан аз қисмати шаб шояд ки барқ надиҳанд, вале ин нест ки пурра 18 соат барқи мардумро қатъ кунанд. ғайр аз ин маҳмудҷон бубинед, мо масъалаи дар соли дар ҳамин 5 соли охир мо 2 та гармдиякҳо дар душанбе сохтем ки ин аллакай 400 киловатт барқ медиҳад. ин аллакай худаш аз он гувоҳӣ медиҳад ки 60% аҳолии шаҳри Душанбе бо барқ аз ҷониби ана ҳамин 2 гармдиякҳое ки сохта шуданд бо қарзи пули чин ва бар ивазаш ки мо конҳои тиллоро дар ихтиёри чиниҳо гузоштем. ҳоло мо дорем ҳар сол тавлидоти барқ дар кишвари мо зиёд мешавад. мо гезҳои нав месозем, имкониятҳои аз он барқгирӣ зиёд пайдо мешавад. аммо 2 агрегати дигар дар соли 2019 агрегати дуюмро ҳам ба кор даровардем. яъне агар дар маҷмӯъ ҳама инҳоро нигоҳ кунем, барқи истеҳсолии мо зиёд шуда истод. аммо ана ҳамон лимите ки 5 соат ё 6 соат қаблан 10 сол пеш 15 сол пеш ба мо барқ медоданд, бубинед ана ҳамон лимит идома ёфта истодааст. пас savol ба миёд меояд ки ин қадар агрегатҳои сохтем, ин теси 1 душанбе ё теси 2 душанбе ки мо сохтем, тец, яъне ин тецҳову ин агрегатҳо барқашон тавлид мешаванд, ба куҷо мераванд? мефаҳмам ки баъзе масъалаҳои зиёд шудани аҳолӣ дар назар гирифта шудагӣ аст дар ин ҷо, аммо боз ҳам он чизе ки иддаоҳое ки ҳукумат меорад беасос аст. асоси сабаби асли инро ман дар фурӯши дар хориҷ фурӯхтани ана ҳамин барқро мебинам ки онҳо дар хориҷ мефурӯшанд. бубинед, як кишвари Афғонистон кишвари нест ки кишвари аврупоӣ бошад я кишвари демократӣ бошад ки дар он ҷо ҳисобу китоб ҳама ба таври шаффоф бошад. اونجا یک کشوری هست که یک کشور جنگ زده است، دیگر در اونجا هیچ کنترلی نیست و در این مسئله آنها برق رو بین خودشان حل و فصل میکنند و مقداری که رحمان میگوید که
با صورت حسابی تاجیکستان روان کنید و همچون نشان دهد که یک مقدار مبلغ شاید 10%، 15 یا 20% که از مجموع فروش برق در افغانستان کشور این رو بعد تاجیکستان روان کنند، ولی 80% برقی که در افغانستان فروخته می شود مطمئن باشد که این با صورت حساب‌های رحمان در خارج کشور می رود. شما معتقد هستین که در برابر این حسابات رسمی باز پشت اون کاسه نیم کاسه هست، اونها غیر مثلا رسمی هم باز دادگرفت دارن برق رو میفروشن؟ ما همین این 100% است. ببینید اگر این خیلی نبود چرا به اهلی نمیفروشن این برق رو؟ چرا مردم که بی پول از رحمان برق نمیگیره، مردم که گدا نیست از رحمان، مردم که پول میده، مردم که پولش رو پیش پرداخت هم داده ایستاده است، از مردم اهالی از شرکت برق تاجیک قرضدار نیست. این چرا باید که به ملت خودمون که آنها سهم گذاشتگن حق اولیه‌ای مردم است، باید مردم این صاحب برق باشد نه رحمان، چون دیگر این به منافع شخصی آنها که دخالت دارد و منافع شخصی خود شخصی رحمان دخالت دارد، دیگر اینجا منافع ملت مسئله دوم است. هر جایی که منافع رحمان و خانواده رحمان هست دیگر مسئله مردم و ملت این درجه دوم میروند. بسیار خوب. ببینید حالا شما مسئله صادرات برق به همسایه کشور افغانستان را مثال آوردید. اینجا مثلا ماه یول 10 یول 2020 حکومت تاجیکستان با انتشار پیام اعلام کرد که به دلیل کاهش بارش در فصل تیرمو و زمستان گذشته میزان آب در دو رودخانه 5 بخش 50% کاهش یافته است و همین خیلی برق تاجیک مجبور است که صادراتش به ازبکستان و افغانستان و افغانستان رو به رغمی که شرطنامه دارند قطع کنند. ولی یک ماه بعد یعنی ماه سپتامبر ناظر یادگاری سخنگوی همین برق تاجیک گفت که در روزهای اخیر به افزایش ورود آب به سد نیروگاه نورک بلندی آب پشت 100 به 300 متر است و اکنون یعنی این فرقیت ببین، یعنی در مدت یک ماه میگوید که مثلا آبها بالا شدن، برای همین میگوید که متر رسید و اکنون زمینه صادرات 1,300,000 کیلووات ساعت برق به افغانستان در هر شبانه روز فراهم گردید. یعنی همین ماه ایول میگویند که میزان آب کم شده است، با صادرات برق قطع میکنیم، سپس یک ماه بعد میگویند که نه آب حالا بالا شده است، ما میتونیم که به افغانستان اونا بفروشیم. یعنی اینجا در حالی که ملت ما خودی مردم تاجیک عذاب میکشد، اینجا کاسه زیر نیم کاسه هست. ببینید وقتی که همین مسئله بسیار زید و نقص پیدا میشه در اینجا البته پورا فهمیده میشود که اینجا مسئله همیشه آنها میخوان از چشم مردم از چشم ملت پنهان بدارن. اگر یادتان باشد در اول همین آغاز تیرماه بعد از انتخابات دقیقا که لیمیت برق جوری شد، در آنجا اول گفتن که ما برای تعمیر دستگاه ها و تعمیر همین دستگاه برقی وقت لازم است که اینها رو تعمیر کنیم. اصلا چنین کارهای تعمیرسازی و گذراندن چنین چاره‌بینی ها در دوره تابستان گذرانده می شود. این کاری امروز نیست، این کاری 10 ساله هاست که در این شبکه‌های برقی استفاده می شود. یعنی یک کاری تنظیم شده است و همیشه باید که این پیش از زمستان این کارها انجام داده شود. یعنی در همین جا مثلا خودی وزیر یک حرف رو میگوید، خودی سروزیر یک حرف دیگر رو، یا خودی معاون سروزیر. در اینجا مسئله های زید و نقص وقتی در بین اینها دیده می شود، بعد مردم حیران میموند که واقعا مسئله چی است. وزیر هم میخواهد با یک راه جنایت رحمانوف رو پنهان کند و اون رئیس برق هم باشد میخواهد که با یک راه جنایت رحمان رو پنهان کند. یعنی هر دو، هم وزیر هم سروزیر و دیگر اعضایان کابینه رحمان کوشش میکنند که این واقعیت رو از چشم مردم پنهان کنند. اینجاست که حرفهای آنها همیشه زید و نقص پیدا میشود در اینجا.
اصلا خودی انامون میگن که حالا در بارشات کم شد و اوبانبارها خالی هستند. من فکر میکنم در اینجا مسئله وقتی که بارشات ها کم است یا فصل گرمی زیاد میآید، ما از پریخ ها و از آنجا انا همون برف ها و یخ ها بیشتر آب میشوند و زیادتر آب به سمت پایان میآید و در اوبانبار روغون جمع میشود. این اساس ندارد. من فکر میکنم این حرفا یعنی به اعتقاد شما نه اینکه زیر کاسه نیم کاسه است، بلکه یعنی زیر کاسه نیم کاسه است، بلکه برعکس زیر کاسه نیم کاسه هست، برعکس است که در زیر نیم کاسه کاسه است، یعنی کلانتر از اون چیزی واقعیت نشان میده. بله، همین بسیار سیستم های کارپسیونی که در داخل تاجیکستان هستند متاسفانه یک سیستم زنجیربند رحمانوف ساختگی است که همین سیستم های زنجیربند همیشه کوشش میکنن که جنایت های همدیگر رو پنهان کنند، جنایت های بالا رو پنهان کنند. به خاطر جنایت های حتی رحمانوف شاید یک نفر دو نفر خودش رو هم در این یا اون کار گناهکار هم داند. یعنی یک نظامی هست که هر نفری که در این نظام میخواهد کار کند باید که دزدی کلان رو حمایت کند. بسیار خوب. حالا من یک سوال با شما میکنم، بعد اون با یک دو سه سوال با کارشناسی مسائل سیاسی برادر که عبدالمنان شیرالیف میدیم. ولی حالا سوال با شما است که ببینید شرکت برق توجیک هر سال قریب ادعا وقتی که اول میگریزند از روزنامه‌نگارا، میگریزند به مردم معلومات بدهند، ولی وقتی که مجبور میشوند میگویند در مقاله چرا مثلا بی برقی است، چرا لیمیت برق است، در حالی که شما اعلان کرده. اونها همیشه میگویند که زیر ایستگاه ها، دستگاه ها نیاز به تعمیر دارند. آیا این چندین بار شده است می شود؟ قریب هر سال می شود و اینم در همین فصل زمستان. و مثلا آیا تعمیری دستگاه ها چند ماه دوام میکند و اون هم هر سال؟ و آیا شما فکر نمیکنید این یک نوع بهانه حتی دروغ گفتن به مردم است؟ واقعا اینجا هم دروغ میگن و هم ما خبر داریم که همون دستگاه و تجهیزات هایی که برای برق تاجیک آورده می شود، اصلا شرکت هایی که همین کارها به همین کارها مشغول هستند آنها نیز به نزدیکی دارند به خانواده رحمانوف. اینها نیز از همین رساندن دستگاه ها و دیگر تجهیزات ها مبلغ های هنگفت به دست می آورند. شاید احتمال دارد که آنها برای گویا که در کجای تعمیر کرده ایستادند در واقعیت چیزی کرده ایستادند، ولی بودجه دولت رو، پولی دولت رو گرفته ایستادند برای این کارها. شاید این حرفا تا جای در مسائل کارپسیونی جای داشته باشد که به خاطر نشان دادن و از آنجا مبلغ به دست آورده. فکر میکنم اینجا شاید که این حالت ها وجود داشته باشه. اما در مسئله که شما قید کردید این بیشتر به خاطر روی پوش کردن این فکر میکنم همین مشکلاتی جای داشته است. بسیار خوب. یعنی وقتی که یک حکومتی که اصلا یک نظارت جدی ندارد و یک عائله و اطرافیانش تمام این ساحه رو مونوپول و تمام ساحه‌های روغنی رو مونوپول کردگی هستند، چون این چیزها رخ میدهند. بله، اصلا همین خود برق یکی از درآمدهای شاید در آینده اساسی برای تاجیکستان شود. حالا همین سیستم را تمام خانواده از خود کردگی است. خودی اصلا اسدالله چقدر قرض ها به برق تاجیک میدهد، از اون سالانه یکی از قرضدار کننده برق تاجیک خودی همین حسن اسدالله است، خسرو بچه پرزیدنت. خودی همون
алюминий завод, дигар ширкатҳое ки онҳо доранд барқро истифода мебаранд, намедиҳанд. ман фикр мекунам тамоми мушкилотҳое ки имрӯз мо рӯ ба барқ дар масъалаи барқ рӯбарӯ мешавем, ин бармегардад ба хонавода, бармегардад ба худи шахсияти Раҳмон, бармегардад ба атрофиёни Раҳмонов, чун тамоми соҳаҳоро гирифтан ин ҳам яке аз соҳаҳое аст ки хеле даромади калон ба خانواده میتواند بیارد. بسیار خوب برادر شراف‌الدین، حالا با هم هستیم. من یک چند سوال کارشناس مسائل سیاسی عبدالمنان شیرالیف میدهم و بعد باز میگردیم با صحبت خود. اکه عبدالمنان، ببینید منابع رادیو آزادی میگویند سببی اساسی کمبودی برق از معیار زیاد دادن آب به ازبکستان میباشد. یعنی یکی از سبب کم آبی در آبانبارهای نیروگاهی تاجیکستان بر ضمن خشکسالی و کم آبی در دریاها از جمله بخش دادن آب به ازبکستان برای آبیاری زمینهای منطقه سیردریا است. جانب ازبکستان برای گرفتن آب اضافی به وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آب تاجیکستان 1.5 میلیارد سوم، تقریبا $145,000 داده است. چنین اعمال پشت پردگی نیز در صادرات برق به کشور همسایه دیده می شود. تو چه خیلی که حالا به همراه برادر شراف‌الدین صحبت کرد، تو چه حد این ادعاها درست هستند که مثلا همین آب امروز ملت تاجیک از کمبود برق رنج میبرد به سبب اینکه مثلا مقامات آب را به کی دادن، آب از حد زیاد بیشتر با ازبکستان همسایه. یعنی شخصان نزدیک به حکومت بیشتر گناه را به بالای انالیتیک ها و تحلیلگران برق میدهند که اونها فرضیه های درست نمیتوانند آینده را خوبتر پیشنهاد کنند. اما مثلا کارشناسان میگویند که مقامات یا نفران نزدیک به عائله هستند که به کارهای برق تاجیک بر اساس طلب منافعشان دخالت میکنند. نظر شما چی است؟ آیا چنین دخالت‌های از طرف افراد نزدیک به عائله و وجود دارد؟ خب سلام به شما و بینندگان شما. در این مسئله که آزادی گفته است، یعنی دلیل آورده است که برق آب فروخته شده است، من فکر نکنم که ما مثلا دروغ گفته باشند، چون موقعشون که در تاجیکستان هم هستند این اجازه نمیدهند. کامراتون چی نیست؟ اگر امکان باشد در دیگر طرف است. یعنی روشن نیست؟ نه، دیگر طرف نشان داده است. حالا خب طرفی تریزه است و اگر درست نشد؟ نه، سوال درست. اگر حتی با آواز هم نه درست. بله. خب من فکر نکنم که مثلا چیزی که نیست آزادی گفته باشد، لیکن اینجا یک مسئله دیگر است که مثلا شاید واقعا اینجا فساد جا داشته باشد، این کروپسیا، برای اون که وقتی تاجیکستان با ازبکستان به این مبلغ نوچیز برق میفروشد، این به این معنی است که نه تنها آب میفروشد، منظورم آب بود، این به این معنی است که نه تنها آب با یک پولی کوچک فروخته شد، بلکه این هم است که در نتیجه فروشی آب با این پولی کم تاجیکستان در زمستان از استحصال زیادی برق محروم شد. یعنی وقتی آب در تاجیکستان خالی و خلست‌های سر داده شد و زمستان به این آب نیاز است برای استحصال برق و برق استحصال کم میشد. حالا اینجا مثلا مسئله دیگر هم است که وقتی برق استحصالش کم شد، خودی نه تنها مردم تاجیکستان بلکه صادرات برق تاجیکستان به کشورهای همسایه هم زیر خطر میرسد، چون که اینجا رقابت است و در رقابت وقتی اینجا فکر میکنم ازبکستان شاید از
با یک تیر دو خرگوش رو زده باشد، یکی که هم آب رو گرفت و دویم که تاجیکستان رو از ذخیره آب در زمستان محروم کرد و از یعنی صادرات برق به بازار افغانستان هم و همون جایی که باید تاجیکستان مقدار تاجیکستان باید صادرات نه خودش از دولت به افغانستان صادرات نکنه. فکر کنم که اینجا واقعا فساد جای دارد. من نمیدونم کی این کارو کرده است، کی دخالت کرده نکرده است، هیچ دلیلی ندارم، لیکن فکر کنم شاید واقعا فساد جای داشته، چون وقتی با 145,000 آب میفروشی مثلا 50 تا 100 میلیون ضرر میکنی، این به یکم منطق نیست. بسیار خوب. حالا گفتید که فساد وجود دارد در همین ساحه. آیا همین برق یکی از منابع روغنی که خیلی در تاجیکستان مشهور است برای اویله و اطرافیانش هست؟ خب من وقتی که مثلا چیزی دلیل ندارم در دست که کی از اون فایده میبرد، نمیتونم در این موضوع که کی از اون فایده میبرد، لیکن برق فروش برق واقعا در یک ساحه درآمدناک، یک صادراتی خوبی برای تاجیکستان است، ولی متاسفانه از این که چی کسی این ساحه رو نظارت میکنند، از این که چی مدیریت میکند و با این مدیریت نادرست ساحه رو کساد کرده است، این دیگر دقیق است. و تاجیکستان حالا با وجود این که مردم خودش از برق اذیت میکشد و با وجود این قدر زیاد شدن استحصال برق، کمبود برق است، با همین مدیریت نادرستی ساحه و فروش برق با خارج و داخل، یعنی راه نادرست، یک خطر دیگر برای تاجیکستان پیش آمده است که میتواند از بازار صادراتی خارجیش محروم شود و در آینده نزدیک اون صادراتی که خارج دارد، بازارات صادراتی دیگر کشورها کسب ضبط کنند. یعنی اینجا خطر فقط این نیست که مثلا تاجیکستان میگیرد برق مردمش به خارج میفروشد و من فکر کنم که با خارج فروختن اینجا چندان مشکلی زیاد نیست و من گفته نمیدونم که کار نادرست است. مثلا اگر فرض کنیم که تاجیکستان با افغانستان فروش برق را قطع کرد و چیزی که ما حاضر میبینیم قطع نکرده است، رسانه‌ها خبر دادن که تنها از 160 مگاوات به 80 مگاوات فرآورده شده است. حتی خود همین هم برای آینده صادرات تاجیکستان خطر دارد و اینجا محکوم کردن حکومت به این که چرا برق را به خارج میفروشد و به مردم میدهد هم اینجا دو طرف تنگ دارد. یکی این که واقعا مردم حق دارند به این برق و برق از آن مردم است، باید مردم اون رو صاحب کنند و پیش از همه باید نیازهای مردم داخل تامین کرده شود. و طرف دیگری تنگ این است که وقت قطع می شود صادرات برق به خارج، یعنی مثلا به افغانستان، در مثال افغانستان آن خالیگاهی که تاجیکستان یعنی خالی میموند اون کشور دیگر پر میکند و این بعد گرفتن بازداب گرفتن این بازار بسیار مشکل میشود. به همین خاطر مثلا ما نمیتونیم حکومت پر محکوم کنیم که برای چی به مردم برق نمیده به خارج میدهد. اینجا دو طرف مثلا باید به نظر گرفت که وقتی حاضر مردم میتونه مثلا حکومت مردم پر به وقت تامین کنه قطع کند افغانستان، لیکن در سالهای آینده که بازار از دست رفت بعد همون برق اضافگی یعنی به هوا میره، یعنی ما دیگر بازار فروشی نخواهیم داشت، دیگران میگیرند بازار. همین خاطر باید هر طرفی مسئله دیده شود و دیده شود که کدامش بیشتر به نفع کشور مردم است. بسیار خوب. حالا که صادرات برق به کشورهای همسایه افغانستان و ازبکستان و کمتر به قرقیزستان هم صحبت شد، مثلا حالا ببینید بسیاری از خیلی که حالا گفتید نفران نزدیک به حکومت و مقامات میگویند که وقتی ما شرطنامه کردیم با همراهی افغانستان یا ازبکستان یا دیگر کشور، وقتی که ملت در زمستان به سبب‌های مختلف ما با ملت خود داده نمیتونیم برق، ولی مجبور هستیم طبق اون شرطنامه پیشکی بین دولتی و بین اینها ما طبق اون شرطنامه های پیشکی مجبوریم که ما برق رو به همسایه ها با اینا بدیم. ولی سوال این است که مثلا وقتی که ملت خودش درست است که ما فایده های میگیریم، ولی ببینید زمستان است، خیلی سرد است، روز زن ها کودک ها
از این بی‌برقی رنج میبرند و هیچ مثلا استاتیستیک وجود ندارد که چندین دکو چیکار کردن در این بی‌برقی. متاسفانه چنین استاتیستیک وجود ندارد، ولی اذیت میکشد خود ملت و در نتیجه مثلا اون چند میلیونی هست به مردم خود، مردم هم به پول برق نمیگیرند. ولی چرا حکومت همین شرطنامه‌ای که میبندد و میداند که در زمستان آینده احتمال هست، احتمال زیاد هست که مردم از بی‌برقی رنج برد، شرطنامه را یک شکلی نمیبندد که مثل یک یعنی مثل دیگر حکومت‌های دیگر که و در حالتی مثلا کمبودی برق به مردم خودش بده. زیرا هر حکومت اول مکلف این است که مردم خود را با برق تامین کند، نه اینا بفروشد. نظر شما چی است؟ خب این وقتی شرطنامه بسته میشود، اون از یک طرف که بسته اینجا نمیشه شرطنامه، طرف دیگر اینجا وجود دارد و طرف دیگر طلب میکند که برق تمام سال صادرات کرده شود یا حداقل تابستان بیشتر زمستان کمتر. وقتی شما میگید ما با شما فقط تابستان برق میدیم زمستان نمیدیم، اونا میتونن بگن که ما پس ما با شما شرطنامه نمیتونیم کرده و همین برق که تو ازبکستان ترکمنستان امکانی صادراتی هم زمستان هم تابستان تمام سال دارن، ما میتونیم با اونا شرطنامه کنیم. و اینجا مثلا فقط مثلا تاجیکستان نیست، جنوب افغانستان هم هست که نظیر اونا هم باید در شرطنامه بینواد گرفته شود و این مسئله تاجیکستان بدنامه‌ای نمیتونه حل کنه. بسیار خوب. دیگر مسئله که حالا با شما برادر عبدالمنان که شما گفتید شرطنامه و اینها، ولی مثلا در وزارت خارجه، سایت وزارت خارجه ساحه انرژتیک آمده است که تاجیکستان دارای ذخیره‌های بزرگ انرژی برقی آبی می باشد که در یک سال 527 میلیارد کیلووات ساعت به حساب می رود. آیا همین 527 میلیارد کیلووات در صورت ندیدن و به شکل درست و استفاده شدن ظرفیت امکانات آن را دارد که حتی تاجیکستان در زمستان با اینکه شرطنامه ها دارد برق کافی را بدهد؟ برادر شراف‌الدین به این نظر است که مثلا در برابر این شرطنامه ها در پشت اونم باز یک خرید فروشی سیاه هم وجود دارد. خب مسئله استفاده از امکانات که شما 524 میلیارد سن میگویند، این مسئله امکانات دیگر است و استفاده از اون دیگر است و نظام اقتصادی که حضور تاجیکستان دارد، یعنی و همچنین و وجود فساد در وزارت خانه و کمیته ها امکان استفاده از هر منابع را بسیار کم میکند و این فساد خودش هم همین چیه دارد که در هر جای وارد شد همون ساحه را روبرو با رکود و وارد به شکست میکند و وقتی این فرق ندارد در خود در برق است، در معرف است، در تیپ است، فرق ندارد و در صورت مدیریت درست البته تاجیکستان میتونست 10 سال پیش خودش و همچنین خودش با برق تامین کرد و صادراتی تمامی سالی برق به خارج هم دست یابد. لیکن متاسفانه چون فساد در وزارتخانه و در کمیته و در حکومت جا دارد، این کار بسیار با سوء کندی پیش می رود. و مسئله دیگری که گفتید فراموش کردم، سوال دیگر چی بود؟ یعنی منم همین قصدم همین بود که یعنی وقتی که همین قدر امکانات و ظرفیت هست و همین کافی است اگر به شکل درست صرف شود، همین کافی است که شما این نه کافی است، این میتواند مثلا تاجیکستان میتوانست با یک غور انرژتیکی در منطقه تبدیل دهد. یعنی تاجیکستان حدود 20 یعنی اگر حتی از 20% این امکانات هم استفاده می‌برد، میتونست با حدود 20% برق استفاده کننده کشور تامین کند و 70-80% صادر کند. لیکن متاسفانه این از این امکانات استفاده نشد و برق تاجیک یک شرکتی فساد زده است ساحه را به کسادی برد، خودش هم چقدر قصد دار است متاسفانه. و
امکان یعنی نظر من این است که امکان تامین تاجیکستان و صادرات برق بسیار زیاد وجود داشت و استفاده نشد و حالا مرحله فرا رسیده است که این امکان دارد از دست می رود و دیگر به نظر من یعنی زیاد کردن استحصال برق ساختن نیروگاه ها نه اونقدر فایده به تویتون میرم که مثلا 10 سال پیش میتونم ساردم و این مثلا همین در همین موضوع با یک بحث دیگر امروز شوکت دعوت کرده بوده و انشاءالله در اونجا مطرح بکنیم ولی چون این مسئله به اون طرف نرود و خلاصه که بله پاسخ خدا این که درست تاجیکستان میتوانست نه تنها خودش تامین کند و بلکه حتی افغانستان میتونست با پروژه برق تامین کند متاسفانه از این گونه استفاده نشد. ارجمندان من دو سوال دیگر است که می‌دارم که زودتر وقت شما را بیشتر نگیرم و بعد با همراه برادر شرفدین این مسائل از صحبت خواهیم کرد. سوال من این است که تالکو و برق تاجیک دو چیزی هستند که نمیشد را از یکدیگر جدا کرد. در سال 2017 در تالکو یک اواری رخ داد که در همون دستگاه‌های امی تالکو که سپس امالی رحمان با شتاب مردم را وعده داد که بی برق دیگر افسانه می شود. یعنی یکی از سبب‌های اصلی بی برقی ملت تاجیک در 25 سال همین تالکو. به نظر شما تالکو باعث اینقدر رنج و عذاب مردم تاجیکستان شده است؟ از نظر شما تالکو با بودجه کشور و نیکو اهالی مردم چی خدمت کرده میتواند، چی خدمت کرد و چی خدمت کرده میتواند؟ آیا با نفع تاجیکستان است به همین شکلی که حالا اداره می شود با همون فسادی که در گرد و اطرافش است؟ من به این نظرم که خب تالکو قبلا از تالکو چون نه یک کارخانه اندوز دهنده بزرگ و فایده‌آور بلکه چون کارخانه که وارد کننده اسعار است ذکر میکردن. یعنی همیشه حداقل 15 سال اخیر از تالکو چون یک وارد کننده اساسی اسعار نام برده میشود و نه چون یک کارخانه موفق اندوز کننده. اندوزی که تالکو میسپارد بسیار نوچیز است و حتی تالکو در چند سال اخیر با روی خط اندوز دهندگان بزرگ تاجیکستان وارد نشده است و اینکه تالکو با تاجیکستان با اسعار وارد میکرد واقعا کاری بدی نیست و اسعار به کشور لازم است و این هم که مثلا 12,000 جای کاری داشت اینا هم طرف مثبتی کارخانه است لیکن اینکه تالکو یک شرکت موفق باشد یک اندازه‌گذارنده بزرگ و اقتصاد تاجیکستان به همون اندازه که میتوانست نفع بیارد نیست. یعنی از وجود تالکو هم استفاده درست نشده است و فایده اساسیش هم که خود حکومت هم به این اقرار میکرده میشه وارد کننده اسعار به کشور بود نه مثلا یک کارخانه غول اقتصادی. در اول البته چنین ذکر میشد در مورد تالکو و کم کم این فراموش شده تنها وارد کننده اسعار باقی ماند. یعنی نتوانست همون چیزی که وظیفه‌ای که داشت اجرا کند و با غول اقتصادی تاجیکستان تبدیل نشد. ببخشید من در همین سوال شما یک چیز رو خواهد کنم اجازه باشد. ببینید خودی مسئله تالکو اگر اهالی برق رو 21 درم دسترس کند خودی شرکت تالکو این برق رو با 7 درم و 37 درم و 7.5 درم این برق رو دسترسی میکنند. اگر کارخانه های دیگر برق رو 48 درم دریافت کنند یعنی این 7 مرتبه قریب از نرخی کارخانه های دیگر برق رو ارزانتر دسترس میکنند یا 3 مرتبه از اهالی که این برق رو دسترسی میکنند آنها ارزانتر دسترسی میکنند. خود مسئله ذکر کردن مسئله که اسعار رو تامین میکنند در داخل تاجیکستان من چندان به این مسئله روزی نیستم چون که یکی از تامین کننده های اسعار در داخل تاجیکستان این مهاجران مهنتی هستند که ما قریب
بیشتری اسعاری که به تاجیکستان ضرور هستند از حساب مهاجران پورا بشود و وقتی که اشیاء خام را نیز از خارج کشور دسترس بکنیم، البته این با مبلغ اسعار خارجی دریافت میکنیم. من فکر میکنم اون چیزی که اکا عبدالمنان گفتن البته این تنها برای روی پوش کردنی انا همون امتیازهایی که برای تالکو دادگی هستن با منفعت خانواده این شرکت که تعلق دارد به خودی خصوص بوده پرزیدنت رحمان، من فکر میکنم برای روی پوش کردن و یا اینکه اساسنو کردن اون امتیازهایی که به انا همین دادگی هستن به همین شرکت. زیاد من فقط اکا عبدالمنان یک سوال اخیر رو میدیم و بعد اون ما و شما در افیر خواهیم بود و صحبت خواهیم کرد. تشکر برادر شرفتین برای اضافه. اکا عبدالمنان، آیا باور دارید که امالی رحمان و تیمش که در این مدت 28 سال این مشکل رو حل کرده نتوانستند، در آینده میتوانند این مشکل رو حل کنند؟ به گفته خودشان به برقی به افسانه بزرگ جنگلات ها تبدیل شد. درباره ما پیش از این زبان در سوال پیشتری جواب کامل کنم. واقعا شرافالدین درست میگن که اینجا وقت امتیازی که تالکو داشت برای دولت و خرید برق، واقعا امتیازی است که ضرر اون از فایده تالکو بیشتر است. یعنی همین برقی که تالکو میگیرد اگر با همون نرخی ضرری که از به تالکو فروخته میشود برق با نرخ ارزان با مردم مشکل فرقش اگر حساب کنیم، شاید از تمام اندازه‌ای که تالکو میسپرد و حتی از فایده اسعاری که به کشور وارد میکند بیشتر باشد. این مسئله واقعا درست است که تالکو چون یک کارخانه بزرگ چیزی اجرا نکرده است. چی میگوید اونجا وظیفه نیم خلاصه که نتوانسته است که کارخانه باشد که مردم از اون یعنی چشمدار بود که هم کارخانه میتواند یعنی چیزی به اختیار کارشناسان خودی به همین نظر هستن. همه کارشناسان که تالکو یگانه من اون که چیزی که من گفتم مثلا 12000 با کار تامین میکردیم اسعار وارد میکرد و این معنی نیست که یعنی این یک دستاورد بزرگ است تالکو به همین خاطر باید باشد. من تنها گفتم که این فقط از منفعت هایی است که این کارخانه و کشور دارد و دیگر اون که برق میگیرد با نرخ ارزان و خلاصه با چند مسئله دیگه اینجا هست، مسئله محیط زیست و اینو در این مسئله یعنی کارخانه در اون حدی نیست که با اون یک کارخانه سنغول اقتصادی گفته شود. در مسئله سوال دویمتون که تاجیکستان آیا در روند حکومت کشور میتواند کشور برق تامین کنند، من به این نظرم که بله به زودی واقعا لیمیت برق افسانه خواهد شد و نه به این خاطر که حکومت میتواند مردم برق تامین کند و دستاورد حکومت در اینجا چندان نیست، یعنی برعکس دستاورد نیستیم. و چه خاطر؟ به این خاطر که حاضر چیزی که قبلا گفتم ازبکستان توانست با خریدن آب تاجیکستان از استحصال برق بیشتر در زمستان محروم کند. یعنی من نمیدونم کی به همین خلاصه رسیده است که باید با آب ازبکستان فروخته شود در حالی که ضررش چند برابری است. خلاصه اینجا بسیار با درایت پیشبینی اقوام دوستان باید تن داد که اونا توانستن با یک تیر نشان زنند و تاجیکستان از فروش برق در زمستان محروم کنند. همون بازاری که حالا ازبکستان تاجیکستان از دست داد صاحب شوند. حالا من امروز خوندم که تو ازبکستان صادرات برقش به افغانستان برقرار کرد، اما نه که چند روز پیش کم کرده بود و نیت دارد که اونا به 450 مگاوات از 400 به 450 مگاوات در ساعت، یعنی همونی که تاجیکستان کم کرده است 80 مگاوات اونا قریب به همون پر میکنن و در آینده نزدیک به 600 مگاوات میرسن. خلاصه که وقتی که تاجیکستان بازار از دست داد و ازبکستان به اونجا وارد شد، دیگه در سال آینده تاجیکستان امکانی صادر کردن همون مقدار برقی که امسال صادر میکرد قبل از کم کردن ندارد و تا مدت
استحصال برق تاجیکستان هم از این چه حاضر هست کمی بیشتر میشه. از این رو در سال آینده من فکر نمیکنم که لیمیت برق در تاجیکستان جور شود و دیگر لیمیت برق جور شود با در نظر اینکه استحصال بازار هم از دست رفته است. ولی برادر عبدالمنان فکر نمیکنید که مثلا حالا افغانستان کوشش میکند که فقط شهرهای کلان مثل کابل مثلا اون جلال آباد یا مزار شریف و اندوز اینجا را مثلا با برق تامین کند و سالهای آینده کوشش میکنه، یعنی طلبات از خود افغانستان زیاد میشود. پاکستان در زمستان بیشتر نیاز ندارد ولی در تابستان خیلی نیاز دارد. فکر نمیکنید که مثلا در سالهای آینده این طلبات ها میشود از دیگر کشورها و اینها و باز تاجیکستان ملت تاجیک با مشکل همین برق دچار میشود و افسانه نخواهد شد؟ نه من فکر میکنم که ازبکستان و ترکمنستان این خانوار میتونن پر کرده و اونا همین حرکت هم دارند. حداقل ازبکستان که تو سطح حجم صادرات تاجیکستان با افغانستان کمتر کنند، اون بازار خودشون بیشتر گیرند و در مسئله این که نیاز افغانستان بیشتر میشه، واقعا نیاز افغانستان در آینده بیشتر میشه، لیکن صادرات استحصال تاجیکستان هم بیشتر میشه. خود افغانستان هم در داخل برنامه‌های زیاد دارد برای تامین داخلی و آزاد منابع زیادی استحصال برق، یعنی این ساحه هم باشد ترقی میکنه و منابع زیادی استحصال برق پیدا شدن که من فکر نکنم که در آینده حتی پاکستان اون حجمی رو که برای خریدن از تاجیکستان شرطنامه یعنی ساختمانی کاسه 1000 به امضا داشته بود حتی همون هم خریده توانند، یعنی خریده توانند یعنی خواستار خواهد که خریده، یعنی خواستار خریدن اون باشد برای اینکه خود پاکستان و خود افغانستان هم در آینده با منابع زیادی استحصال برق تکنولوژی استحصال برق دست خواهند یافت و برق وارد کننده از خارج برای اونها گرانتر از اون چی خودشون استحصال میکنند از استفاده از منابع تکنولوژی نفت خواهد بود. به این خاطر من فکر نکنم که تاجیکستان دیگر تواند به همون مقدار که با این مقدار برق صادر کند که از دهان مردم کند. یعنی شما خلاصه این است که شما به این عقیده هستید که ازبکستان در میدان رقابت صادرات برقی یعنی امتیاز گرفت، یعنی بهتر عمل کرد. بله نه تنها ازبکستان، ترکمنستان هم وارد بازار فروش برق افغانستان شده است و با سرعت در این ساحه پیش میرد در این سمت و امکان دارد که یکی از رقیب‌های دیگری تاجیکستان باشد یا حتی در راندن تاجیکستان از بازار افغانستان سهم داشته باشد. سلامت باشین آقای عبدالمنان شیرعلی، کارشناس مسائل اقتصادی. حالا میریم به برادر بسنتی برادر شراف‌الدین. شما برادر شراف‌الدین شما چی نظر دارید در مسئله همین؟ حالا که برادر عبدالمنان شیرعلی گفتند که تاجیکستان در رقابت در میدان رقابت صادرات برق موفق نشد، برعکس همسایه ما بهتر و خوبتر عمل کرد. ببینید خود ازبکستان با یکجایی روسیه یک ستانسیای نوی اتمی یک ستانسیای نوی برقی ساختن که از اتم است و این 3600 مگاوات برق میدهد. البته این هم برای خود اهالی ازبکستان پورا بسنده است و زیاد از این استحصالات رو میتواند به ازبکستان به افغانستان فروشد. در اینجا یک رقابت بین تاجیکستان و ازبکستان به وجود می آید در آینده، چون خود تاجیکستان هم وقتی که پورا روغون رو برقرار میکند ما همگی در یک سال
20 میلیارد کیلووات برق در یک سال نیازی مردم است. با اگر تمام завод و کارخانه و دیگر فابریکه‌ها کار کند از 20 میلیارد کیلووات زیاد از برای تاجیکستان بسنده است و خود اگر روغن به کار درآید این کم ما در یک سال 33 میلیارد کیلووات برق داریم که 13 میلیارد کیلووات برق این رو باید به خارج فروشیم. چون اگر که ما این برق رو فروختن نتونستیم ما این برق رو میتونیم آبش رو سر دهیم. به این خاطر من فکر میکنم که آن چیزی که اکا عبدالمنان گفتن درست است و خود افغانستان هم در مسئله پیدا کردن منابع های داخلی است که این نارساگی برقی که در افغانستان است از وابسته به امکانات و شرایط های نوی تکنولوژی آن برق ها را تامین کنند، یعنی از روشنایی آفتاب و از شمع و دیگر وسیله‌هایی که امکانیتی برقرار کردن این برق هست. در اینجا خودی تاجیکستان من فکر میکنم در آینده اگر با انهمی سیاستی که حالا دارد رفتن گیرد بازار خودش را از دست واقعا میدهد. یعنی سیاستی که حالا دارد بازار خودش را از دست میدهد، چون اگر ما روغن رو در واقع حداقل 5 سال پیش می ساختیم حالا ما پیش دست بودیم در بازارها پیدا کردن بازار خود در پاکستان، پیدا کردن بازار پورای خود در افغانستان می توانستیم که برق خودم رو پورا به این کشورها فروشیم. شاید در آینده انا همین رقابت ها و اینکه از بازار بیرون کردن تاجیکستان هم پیش بیاید. اگر که در مسئله فروش برق در مسئله آینده ما باید هیچ وقت نگران نباشیم، با اون خاطری که البته این برقی که ما استحصال میکنیم در آینده میتونیم که اگر یک حکومت جدید بیاید و یک سیاست های خوب اقتصادی رو به راه ماند شاید با جلب سرمایه گذاران خارجی در تاجیکستان با پیشنهاد برق ارزان کارخانه های برقرار شوند که برای کارکرد صنعت کوهی و دیگر صنعت هایی که مخصوصا با برق استفاده می شوند و قیمت برق و نرخ استحصال آنها تاثیر می رساند. شاید که در اینجا یک کمی حکومت سیاست سرمایه گذاری رو تغییر دهد و کفالت های سرمایه گذاری و دیگر شرط و شرایط های سرمایه گذاری رو به میان بیارد که در این میان برق رو نه به خارج بلکه در داخل کشور و انامون شرکت و کارخانه ها فروشد که برق در آینده در از این برق با گنراتور شود و از این برق گرفته شود و به مردم فروخته شود، به انامی کارخانه ها فروخته شود. ببینید من در اولی صحبتمون ما قید کردیم که با برقرار شدن روغن یعنی آبانبار یعنی اداره ثمرناک آب رو ما در دست میگیریم. این من فکر میکنم که بسیار بسیار برای ما مهم است که ما چقدر که برای ما برق ضرور است چقدر که برق لازم است ما میتونیم با مقدار ضروری خود آب رو گنراتور کنیم. چقدر که اگر برای ما در زمستان زیادتر ضرور می شود ما این آبی که در تابستان ما این رو پیش روش گرفتن نمیتونیم و اداره کردن نمیتونیم، فرض مثال در نورک آب بالا میرفت این آب رو ما مجبور بودیم که سرتیم و رود. اگر که ما سر ندیم دنباهای ما رو این آب شسته میبرد، ما مجبور بودیم که این آب ها رو سردیم. حالا باشد این انا همین مسئله نگاه داشتن آب در آبانبار روغن برای ما یک امکاناتی بسیار بسیار وسیع میدهد و انا همین رو ما باید که هر چیز زودتر روغن رو سازیم و آبانبار رو در آب نگاه کنیم. در اینجا مسئله که شما در یک دو سوالی که دادید من میخواستم فکر نظر خودم رو قید کنم در مسئله فروش آب با ازبکستان. البته در اینجا بعضی دادگیریفت‌های هستند که حکومت رحمان بعضی جنایت‌های صادر میکند که پیش کشور ازبکستان بعضی متهمی‌های دارد، بعضی گناه‌های بعضی جنایت‌های صادر میکند که با این متهمی‌ها باعث میشود که
ба сиёсати давлат, ба сиёсати ана ҳамин иқтисодӣ ва кишвар таъсир расонад. Яки муносибатҳои шахсӣ. Фарзи мисол, як ду моҳ пеш як қатораиро дар роҳи Ӯзбекистон дастгир карданд ки ин маводи мухаддир мегузаронид. Аз тариқи кишвари Ӯзбекистон ин қатораи Тоҷикистон ба самти Русия маводи мухаддир мебурд. Ин маводи мухаддир ба худи домоди Эмомалӣ Раҳмон Зоир тааллуқ дошт. Яъне ки вақте ки ин гуна ҷиноятҳо содир мекунад дар назди ҳамсояи кишварамон ҳукумат ба сабаби анами хонавода домоду хештабораш муттаҳам мешавад. Маҷбур аст ки ба баъзе шарту шароитҳое ки бар зарари ҳукумат, бар зарари манофеи давлат, миллат тамом мешавад, ба онҳо розӣ шавад ва бо ин гарчанде ки бо зарар аст, бо онҳо ҳамкорӣ дошта бошад. Ман фикр мекунам яке аз сабабҳое ки розӣ шудан ба ҳамон чизе ки Акай Абдуманон ҳам қайд карданд ки ин то чӣ қадар бояд ки ахмақ буд ки обро дар тобистон доду ва дар зимистон худак беоб буд. Ман фикр мекунам яке аз сабабҳо шояд ки ана ҳамин муттаҳамӣ баъзе ҷиноятҳое ки дар назди кишвари Ӯзбекистон мекунанд. یعنی همون طوری که برخی ادعا میکنن یا میگویند که حکومت تاجیکستان در برابر مثلا حکومت قرقیزستان گذشت ها میکند به خاطری که منافع آدمان نزدیک اویلا در قرقیزستان زیاد است و برای همین بعضی گذشت ها. حالا شما در باره کارخانه ها صحبت کردید برادر عزیز شرافالدین و یک مسئله خیلی جدی در مسئله کارخانه ها اینها هست. این مسئله تلک است که پیشتر هم در بارش صحبت کردیم. خیلی جنجال برانگیز است و چند سال پیش یکی از سیاستمداران نوشته بود که این تلک با فایده ما نیست، باید بهتر این است که این خصوصی کنیم. از اینکه حالا ملی است باید اون خصوصی کنیم وگرنه ضررش به ملت میرسد. و دیدیم که اکثر برق در زمستان در این سالهای حکومت رحمان بیشتر با پول ناچیز و اونم پرداخت نمیکند به همین تلکو می رود. به نظر شما یعنی همین تلکو یکی از منابع بزرگی فساد در تاجیکستان نیست؟ یا دوم ربط این تلکو با همین برق چی است؟ ببینید аз ҳамада барқи зиёд дар Тоҷикистон ин корхонаи талко мегирад ва ҳозир ман қайд кардам ки ин се маротиба нархро бо аз аҳолӣ карда нисбат ба нархе ки ба аҳолӣ пешниҳод кардан арзонтар дастрасӣ мекунад. Ин як масъала ва дуюм масъала имтиёзҳое ки давлат барои онҳо додагӣ аст, мисол аз қабили аз андоз озод кардан ва дигар чизҳое ки барояшон пешниҳод кардан ва ғайра аз ин нигоҳ кунед ки давлат аз ҳисоби қарз мегирад, мо аз ҳисоби давлат қарз мегирем, аммо ин ширкати хориҷӣ, ширкате ки дар офшорҳо ба қайд гирифта шудагӣ аст, ин ширкат фоидаи инро мегирад. Ин ширкате ки мо маблағи фоизҳои ин таъмири талкоро ҳоло ки шурӯъ кардан, мо фоизҳои таъмири талкоро медиҳем, тамоми аз навсозӣ ва ба сатҳи стандарти мутобиқ кардани талкоро мо аз ҳисоби ҳукумат, аз ҳисоби буҷети ҳукумат мекунем бо қарзи чин ва ин қарзро ҳам бо муддати 20 сол ва бо ҳаҷми 2% мегирем ва шумо фикр кунед ки ҳар сол мо қариб ҳудуди 5.5 миллион доллар ба хотири талко 56 миллион доллар мо фоиз метиҳем, фоизи қарзӣ метиҳем. غیر از آنه که شما در مدت 20 سال نکم از 120 میلیون دلار تنها فایز قرض میدید و باید که غیر از این مبلغ‌های تعمیر رو پورا برگردونید. یعنی این قرض‌ها، این مبلغ‌هایی که حالا ما گرفته ایستادیم و این قرض‌ها رو باید دیم، ببینیم که فایده تلک چقدر است، چقدر انداز میسپرد. حالا کارمندانش به 6000 رسیده است. 6000 نفری که در این تلکو کار میکنند و چقدر ضرر اکولوژی به تاجیکستان میرسند. اگر ما همه این در مجموع همه این ضررهایی که تلکو به ما میرساند، من فکر میکنم که فایدهش 4-5 مرتبه
از ضررش بیشتر است. یعنی ما 5-6 مرتبه از این تالکو ضرر میبینیم. این کارخانه تنها به منافع یک نفر کار میکنه، به منافع حسن اسدالله زاده و خانواده رحمان. دیگر به منافع نه ملت نه مردم به هیچ کس. خوب میشد که البته کارخانه تالکو خصوصی کرده میشد و این کارخانه انداز میسپارید به مثل دیگر کارخانه ها و برق رو به مثل دیگر کارخانه ها 48 درمی که پیشنهاد کرده بودیم با همین مبلغ میخرید. شاید 48 درم با یک مبلغ دیگر شاید 30 درم 18 درم برایش چی میدادن. ولی آن امکانات هایی که امروز برای تالکو دادن، آن شرط شرایط هایی که امروز برای تالکو پیشنهاد کردن، این به ضرر ملت، دولت و تاجیکستان است. بسیار خوب. حالا میریم به همین سری موضوع خودمون، موضوع بعد. مثلا اونهایی که به حکومت نزدیک هستند که با حق خود همون بیشتر در گاه میبینیم که گناه رو بالای مردم عادی تحمیل میکنند که با اوچوچکو از طریق اوچوچکو دزدی میکنند مردم. مثلا این مغازین ها و دکان ها پول در وقتش نمیسپارند، مردم خودش در پول در وقت نمیسپارند. آیا مشکل اصلی در مردم است یا این دزدی ها، این چیزهایی که شما گفتید؟ یعنی ببینید انا همین اگر در مجموع قرضی برق تاجیک رو نگاه کنیم، شاید یک 7% انا همین مشکلاتی که جای داشته باشد که مردم نتوانستند مبلغ خودشون رو پرداخت کنند. شاید 7%، شاید یا از 5 تا 7%، زیاد شاید 7% باشد. من یک وقت تحلیل کرده بر اومدم، این زیاد نیست. و مشکل اساسی این بالای کارخانه ها است. کارخانه هایی که در اینجا واقعا فساد جای دارد. بیشتر کارخانه ها با همون ناظران منطقوی یا اینکه با مصلحت کدام نزدیکان رحمانوف یا با نزدیک اینها، با مصلحت اینها صورت میگیرد. بیاید اکنون یک مرتبه همین کارخانه های بزرگی که در تاجیکستان بیشتر برق رو استحصال میکنند، فرض مثال خودی کارخانه ارماتور براری که در ناحیه حصار قرار دارد با شرکت فراز با شمس‌الله صاحب داماد رحمانوف قرار دارد. انا همین کارخانه تمام فعالیتش با برق است. یعنی دیگ‌های این کارخانه تمامی کارکردی آهن از حسابی برق تولید می شود. این مسئله بالای همین کارخانه ها می رود. یعنی شرکت برق تاجیک را کارخانه های قرضدار کردند که این کارخانه ها تعلق دارند به نزدیکان خودی رحمان. یعنی اگر ما از حساب های دیگر گیریم 80% اقتصاد تاجیکستان در دست خانواده رحمانوف است. تمامی ساحه‌های تاجیکستان را آنها مونوپول کرده زیر دست خود قرار داده هستند. غیر از این با رحمان وزیر دارد، رحمان داماد دارد، خدا دارد، خشتبار دارد. آنها نیز از این حساب کار میکنند. آنها نیز برق رو میدزدند، برق رو پرداخت نمیکنند. حالا یک دامادی وزیر این کار رو میکنه، چی رسد به داماد رحمانوف یا چی رسد به یک داماد دیگر خشتبارش؟ یعنی همه دارد از این فرصتی که رحمانوف با وجود آورده است از این فرصت استفاده میبرند. یعنی برق اهالی نمیدوزد و برق رو کارخانه ها و شخصیت های میدوزند که اینها نزدیکی به رحمانوف دارد. شما فکر کنید که اگر یک نفری به پشت پناه، یک نفری که حمایت نداشته باشد از بالا، هیچ وقت دست به دزدی نمیزند. میداند که برای این کارش جزا میگیرد. دزدی را، جنایت را کسانی در تاجیکستان صادر میکنند که پشت پناه دارند. دزدی را مردمی عادی صادر نمیکنند. دزدی را مخصوصا دزدی های کلان را شخصانی صادر میکنند که در پشتشان خودی حکومت، خودی همین الیتایی که در سر قدرت هستند، همینو هستند.
بسیار خوب. در دوشنبه دیدین گزارش ها اینها را که در دوشنبه در اکثری مناطق غیر همون مناطق مرکزی که مقامات اینها زندگی میکنن و شهرهای کلان نیز از ساعت 8 صبح تا 5 بیگاه برق را قطع میکنن و حتما که در دهه ها در رایانه های دوردست این ناحیه های دوردست این مشکل بیشتر است، یعنی برق را کمتر میدیم. اینقدر پیر و برنامه چطوری گفتیم در این وقت کرونا ویروس اینقدر مردم رنج میبرند در اینم در اصل 21. به نظر شما همینجا کی مسئولی همین وضعیت است؟ ببینید ما بیشتر از 10 سال است که رحمانوف برای ما از افسانه شدن برق میگوید، یعنی افسانه برق رو برای ما میگوید. ما در مدت همین 10 سال زیاده از 10 سال که همین افسانه رو مردم گوش کردن و حتی مبلغ سهمیه جمع کردن دادن، من فکر میکنم اینجا گناهکاری اساسی و اصلی خود رحمانوف است. من دیگر نفر رو در اینجا گناهکار نمیدونم، چون خود همین شخصیت در بیرون نرفتن مردم از بی‌برقی و از مشکلات انرژتیکی، از بنبست انرژتی، من خودی شخصیت رحمان رو در اینجا گناهکار میدونم. ما از یکی سبب اصلی خود همین شخص است که ما با برق تامین نشدیم در این مدت 20 سال. حالا که درباره سهمیه ها بودید، سرنوشت این که شد بیچاره مردم پولس بردن، اون کارمندان حکومت که پول نوچیز میگیرن مجبور از اونا قطع کردن گرفتن، این سهمیه ها چی شد؟ ببینید مردمی که سهمیه خریدن، حالا اگر سهمیه های خودشون رو به فروش گذارن، من باور دارم که با اون قیمتی که آنها خریدن کسی به این سهمیه ها رو خریداری نمی کند. یک و دوم که همین سهمیه ها یک مرتبه زیادتر قرب خودشون رو از دست دادن و حالا ما در آینده شاهد خواهیم شد که همین کارخانه های برق تاجیک، خود شرکت روغن، شرکت حتی امکان دارد که نیروگاه گسی نورک نیست به سودا برآورده شود. اگر یادتان باشد سال گذشته پارلمان تاجیکستان با بند قانون تغییرات وارد کرد که دیگر حکومت حقی پیدا کردن فروش نیروگاه روغن رو و دیگر نیروگاه هایی که هستند، برق تاجیک و دیگر اینها رو حقی فروش برآوردن دارند. یعنی حکومت این رو بهانه آن آوردند که ما به خاطر جلب سرمایه این کارو کرده ایستاده ایم، اما در اینجا یک فریب نوبتی است که آنها میخواهند از این رو این روغن رو به شرکت های خارجی که به مثل شرکت ایریس که ما اولو داریم یک نمونهش رو که به نام شرکت خارجی و یک روز هم در خارج فعالیت نکرده است میارن همچون شرکت خارجی و سرمایه گذار معرفی میکنن، اما به غارت مردم مشغول است و مثل همین آورده در تاجیکستان معرفی میکنن و در آینده نیست آنها به دزدی همین گس روغن و دیگر گس هایی که از پول ملت ساخته شده است مشغول میشوند. آنها در آینده احتمال دارد که همین شرکت روغن رو با داماد امامعلی رحمان شمسلو صاحب فروخته شود. حالا همین حرفا هستند و اطراف این ما دلیل قوی نداریم ولی بلش کار کرده ایستاده. احتمال دارد که لایحه همین آماده شدگی است، لایحه فروختن روغن با خارجی ها با داماد ها. من فکر میکنم اول این رو با داماد ها میفروشن و بعدا این روغن رو با شاید به اگه شرکت چینایی و اگه شرکت های خارجی فروشن که دیگر ما حق دعوا کردن این رو نداریم، چون حکومتی که فعلی است سر قدرت این کار رو انجام دادگی است و این خاطر آن سهمیه هایی که مردم امروز گرفتگی هستند اون با برمیگردیم به همون سهمیه ها. الان با سهمیه هایی که مردم گرفتگی هستند تقدیرشون چی خواهد شد اون نامعلوم است، چون ما در آینده شاید یک حالتی خواهیم شد که روغن رو
روغونه که ما درباره‌اش 10 ساله و شعر خواندیم و از پول خود آخرین تنگه خودمون رو برآوردیم، صاحبش کدام شرکت خارجی خواهد شد که این هم با دستان خود رحمانوف صورت خواهد گرفت. یعنی شما معتقدین که یعنی باور دارین که حکومت در دست یک گروه هست، وقتی که مثلا یک شرکت هم میسازن از نام پول ملت، از بودجت، از قرضها ساخته میشد، وقتی که اون شرکت به فایده آور شد دیگر اونا به خودشون میگیرن و وقتی که اگر ضرر آور شد اونا از حسابی ملت مصرف. همین خیلی بله؟ بله، ببینید ولی در آینده ما نیز شاهدی بالا رفتن قیمت برق در تاجیکستان خواهیم شد. وقتی که ما تامین کردیم پورا اهالی رو با برق، ما 13 میلیارد کیلووات برق اضافگی داریم. اگر همین 13 کیلووات برق به خارج فروخته شود، نه کم از 1 میلیارد دلار سالانه میتواند روغن فایده به دست بیاورد. سالانه هر سال کمترین اگر فایده به دست بیاورد این 1 میلیارد دلار میشود. انا همین 1 میلیارد دلار به بودجه خانواده خواهد رفت. یعنی اینها اساسی آن فایده که در آینده خواهد شد تحریزی کرده ایستادند. بعد از پورا به کار در آمدن روغن که فایده مفت به دست می آید، این به حسابی انا همینا میره. شاید یگان مقداری راشن به حکومت گذارند، ولی من فکر میکنم که این یک مبلغ بسیار کلان خواهد شد که در آینده این مبلغ رو آنها به دست بیارن. هر جایی که فایده میشود آنها اول یک چیز رو از پول ملت میسازند، بعد میان فایدهش رو خودشون میگن. همچنانه که ما شرکت ایرئیس که در راه چنگ و دوشنبه حالا از مردم به مثل یک غارتگر پول جمع آوری میکند، ما از حساب خودمون از پول خودمون با قرض چین ساختیم. همگی بیشتر از 400 میلیون دلار پول تاجیکستان و قرض در اینجا مصرف شده است. غیر از آنه که ما سالانه قریب 7.5 میلیون دلار به شرکت چینایی به بانک چین فایز میدیم. ما 7.5 میلیون دلار قریب هر سال به شرکت چینایی به بانک چینایی ما فایز میدیم که این راه رو ما به پول آنها ساختیم. غیر از ما 330 میلیون دلار دیگر با راهی که انا همین راهی که ساختیم 330 میلیون دلار دیگر ما بایدیم. یعنی در جمع اگر نگاه کنیم یک 485 میلیون دلار تنها پول چین است. غیر از آنه که پول ایران در اینجا است و غیر از آنه که ما از حساب بودجت کشور این راه رو ساختیم و یعنی اینها از پول مردم اینو کی میگیرد؟ این فایده این رو داماد رحمانوف جمالدین نورالیف میگیرد. یعنی ما از پول مردم امروز میایم راه میسازیم، یک شرکت رو میارن از خارج کشور معرفی میکنن، میگن این شرکت خارجی است و این دارد راههای ما رو نگاه میکنن و در اصل دارد مردم رو غارت میکنن. زیاده در یک سال از 60 میلیون دلار فایده مفت به دست میارد از این راه. اما در اگر که این شرکتی وطنی میشد یا شرکتی ملی میشد یا شرکتی کارخانه یک شرکتی دولتی میشد، ما کایها پول این قرض رو برگردونده بودیم و از فایده این مثال راههای دیگر رو بنیاد کرده بودیم. اگر در مدت همین 10 سال ما نگاه کنیم این 600 میلیون دلاری که اینها به دست آوردن، ما میتونیم 600 کیلومتر راهی رو از نو سازی کنیم. یعنی در اینجا چی در روغن باشد، چی در برق باشد، چی در دیگر ساحه باشد، اینجا یک دزدی است. امکانیت هایی که امروز حکومت در دست این خانواده است و قدرت رو در برای زوراوری نگاه می‌دارند، همه امکانیت هایی که برای پول کار کردن وجود دارد آنها این امکانات ها استفاده میبرند. تمامی ساحه به مثل انا همین برق و به مثل انا همین راه و دیگر ساحه را اگر پهلو به پهلو ما نگاه کنیم ما به این روبرو میشویم که در اینجا دستی خانواده است. میخواهم پهلوهای دیگری همین موضوع به برقی، لیمیتی برق، محدودیت برق را مطرح کنم. یکی از همین مسئله زندانیان. ببینید وقتی مردم عادی در دوشنبه در
ناحیه‌ها در شهرها از نبودی یا کمبودی برق رنج میبرند، وضعیت و شکل طبیعی معلوم است که در زندانها این مشکل بیشتر هست، زیرا اونها باز نمیتوانند چیزی بگویند در یک جای بگویند و چنین متاسفانه در زندانها چنین حالت وجود دارد. مثلا اخیراً خانواده بابای دانه، همون مرد 80 ساله، موی سفید 80 ساله، گفتن که این موی سفید در از خنکی و سردی مکان نگهداریش رنج میبرده است و اون چند چیز گفته است که بیاره که من واقعا سرد است. در این روزهایی که سرد هست به نظر تون زندان ها هم چنین مشکلی بی‌برقی و خنکی و سردی در این زمستان را ندارم؟ من راستی از وضع زندان ها چندان با خبر نیستم که در این وضع چی هست، ولی اون چیزی که گفتگی هستم البته در آنجا شرط شرایط ها نیستند و شرط شرایط های زندان ها برای ما از گفته های بعضی از آدم هایی که در آن زندان ها بودند خیلی مشکل است و غیر امکان است که در آنجا آدم همچون یک آدم زندگی کند. البته من پورا خبردار نیستم که در همین زندان ها حالا مردم در چی شرایط قرار دارند. شاید البته همون حرفی مصطفی 18 ساله درست باشد که شاید وضعیتشون خیلی بد باشد. بسیار خوب. حالا مثلا ببینید ما در تاجیکستان یک مشکلی کلان، مشکلی بزرگی که روبرو هستیم که واقعا این امنیت اطلاعاتی است که به امنیت ملت هم ضرر دارد، این است کمبودی و محدودیت شدیدی اطلاعات در تمام ساحه ها. درست است؟ یعنی مردم از دریافت معلومات که حق خودشون است یعنی محروم هستند. نه یک تنها مردم، ژورنالیست ها اینها همه را آوردند زیر یک خاور، زیر چتر خاور و در زین معلومات زیاد هم نمیدید. به نظرتون مثلا حتی در همین ساحه برق که کارمندای برق میگوید که در همون صحبت با آزادی میگوید که مثلا وقتی که همین مشکل پیدا شده، همین مشکلی مثلا آبها کم شدن، نمیدونم چی مشکل دارد که مقامات در تلویزیون، در مثلا رادیوها، در اینا بیان بگن که برادرها هموطنان این مشکل هست، یعنی آینده کمتر صرفه‌جویی کنید و این مشکل باید به شکل یک جایه حل بکنیم و اصلا در این باره صحبت نیست، فقط رقص و بازی و خرسندی اینها را نشان میکنن و این واقعیتی که مردم برق ندارن این اصلا نمیگن. چرا چنین یعنی از همین اطلاعات اینقدر حکومت میترسه، چی در ساحه برق و چی در دیگر ساحه؟ ببینید حکومت نمیخواد واقعیت رو برای مردم پیشنهاد کند، یکی، و دوم که حکومت هیچگاه یک فضای آزادی بیان رو در تاجیکستان تامین نکرده است. ما فضایی که آزادی بیانی که در تاجیکستان داریم و ژورنالیستان تعقیب میشوند، ژورنالیستان پشت پنجره میشوند. اگر در دل خود کشور دیگر میشد، چون این یک وضعیت که حکومت برق رو پنهانی به کشورهای افغانستان میفروشد، برق رو از گفته که در آنجا از زیاد میفروشد، اگر در یک کشور دیگر می بود در آنجا ژورنالیستان خودشون تحقیقات میگذراندند و معین میکردند که حکومت در کجا راست میگن، در کجا دروغ میگن. به سببی که در تاجیکستان محدودیت ها خیلی زیاد هستند، ژورنالیستان رو به خاطر فعالیت خدمتی و کاریشان پشت زندان میکنند و ژورنالیستان آزاد هم نمودند. همه ژورنالیستانی که مستقل بودند مجبور شدند به ترک فرار از تاجیکستان. این طبیعی است که در این کشور دیگر هیچ کس حق تعقیب کردن رفتار و کردارهای خدمتچیان دولتی را ندارند. وقتی که این امکان این شرایط رو با وجود میارند، یک فضای محدودیت ها رو با وجود میارند، در اینجا البته اونها هر دروغی که گویند دیگر برای مردم قبول میکنند و هر قدری که محدودیت ها در فضای اطلاعاتی زیادتر شدن گرفت، مردم در یک واکوم قرار میگیرند، در یک حالت سربستگی قرار میگیرد که در دیگر هیچ چیز رو نمیداند که کی
راست میگن و کی دروغ میگه، چون اخبارهای الटरनेटिवی وجود ندارد. کسی هم برای اخبارهای الटरनेटिवی تلاش نمیکنه. هر کسی تلاش کرد عاقبتش زندان شد، دیگر هیچ کس هم تلاش نکرد. آنها دیگر هر دروغی را هم که خواهند میگن. به این خاطر همه چیز برمیگردد باز هم به شفاف نبودن فعالیت حکومت. یعنی محدودیت شدید اطلاعاتی به امنیت ملی یعنی خطر ندارد؟ ببینید همه محدودیت ها به امنیت ملی، همه محدودیت های اطلاعاتی به امنیت ملی و دولتی خطر دارد و برای رشد جامعه شهروندی، رشد شهروندان، فهمیش و دانش شهروندان نیز تاثیر میرساند. وقتی که هر چقدر محدود کردن گرفت و مردم رو به یک راهی غلط بردن گرفت، عاقبت همه در این چاه میافته. بله. به این خاطر من فکر میکنم که البته اینها تاثیر دارن. بله. والا شما مسئول رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستید و این جنبش عضوی یکی از 4 نهادهای مؤسسی پیمان ملی تاجیکستان هستند و شما برای فراهم آوردن برق یگان برنامه دارید؟ ببینید هر حکومتی که فردا سر قدرت می آید باید که ببینید از تمام نیروهای ملی و نیروهای که در آینده می تواند کشور را به سمت رشد برد باید از آنها استفاده برد. هر وقتی که پیمان ملی و سر قدرت آمد ما همچنین برنامه داریم. این برنامه فرامیلی است. البته در آنجا تمام متخصصان ملی جمع کرده می شود. ما فکری همه رو جمع بست میکنیم و فکری بهترین رو برای بیرون رفتن از کمبودات برق پیشنهاد میکنیم. البته اون چیزی که حالا ما در دست داریم اون تا یک اندازه میتواند زمینه یک پیشنهاد برای جامعه باشد و در آینده تصمیم گیری ها با فکری مجموعی، یعنی فکری اکثریت مردم تاجیکستان خواهد شد. چون در آینده به مثل حال نخواهد شد که شخصانی که برای پیشنهادشان حتی جزا میگیرند. اگر شما برای پیشرفت تاجیکستان، برای بهبود بخشیدن وضع تاجیکستان شما اگر با حکومت یک پیشنهادهایی کنید، شما حتی میتوند با این پیشنهاد شما اگر بر مخالف منافع خانواده رحمانوف باشد شما رو جزا میدن برای این پیشنهاد. من فکر میکنم در آینده چنین دیوارها باید برداشته شود و مردم آزادانه بیاید فکرها رو پیشنهاد کند و از فکرهای عموم میشود یک چیز ساخت، چون عقلها یاری هست. به این خاطر ما در آینده برنامه حالا داریم و با این برنامه خودمون رو برای بیرون رفتن باز هم به ملت و به مردم پیشنهاد میکنیم. شاید که تکمیل دیم این برنامه رو با مردم. سوالی آخر برادر شراف‌دین، شما شنویدید نظر اکی عبدالمنان کارشناس مسائل اقتصادی رو که گفت که واقعا به برقی افسانه خواهد شد در سال، حتی گفت سال آینده و سالهای بعد، و نه اینکه با کوشش حکومت بلکه از اینکه تاجیکستان از اون میدان رقابتی ساحه برق، صادرات برق عقب میزند و مجبور است که دیگر همین برق رو به مردم خود بده. نظر شما چی است که آیا این حکومت، من هرچند به این گفته چندان شاید راضی نباشم، و نظر شما چی است که آیا این حکومت که در حدود 3 دهه نیست این مشکل را حل کند، آیا در سالهای آینده این مشکل حل خود را خواهد یافت؟ اگر که خوب با همین حکومتی که اون رو داریم، من فکر میکنم که ساختمان نیروگاه روغون هم خیلی ادامه میکند، چون امکانیت مالی نیست و حالا حکومت دارد و بیشتر در همون یک بحران اقتصادی غوطه میزند. من فکر میکنم که در سالهای نزدیک این مشکلات ها، آن وعده هایی که حکومت کرده است ایجاد کرده نمیتواند.
البته کشورهای ازبکستان و دیگر کشور همسایه کشورهای ما و خود افغانستان و پاکستان در انتظار نمی شود که رحمانوف کای راغون را ساز میکنند، بالا آنها برق میتید، چون در این دوره آنها امکانات های منبع های نوی پیدا میکنند که برق برایشان هم ارزانتر و هم خوبتر دسترس میشن. من فکر میکنم که حالا با استفاده تکنولوژی نو کشور ازبکستان و کشور ترکمنستان و همسایه کشورهای ما از نیروی برق زیادتر تولید میکنن، نیروی برق رو به افغانستان میفروشند و تاجیکستان شاید که از همسایه کشور ما به سبب این فساد اداری، نبودن مدیریتی درست، شاید که این بازارها رو از دست دهد که دیگر در آینده همون چیزی که کاردمانان گفتن وقتی که در هیچ کس نیست فروشد رو میورد به همین مردم و به همین مردم میفروشد. سلامت باشین برادر شراف‌الدین گدایف، رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان و پیشتر با ما بودند عبدالمنان شیرالیف، مسائل کارشناس مسائل اقتصادی. از یک و یک مهمانان تشکر میکنم و از همه شما بینندگان و هموطنان عزیز گرامی تشکر میکنم که با ما بودید. سلامت باشین، خدا نگهبان تا برنامه بعدی.